خوش اومدید به قسمت چهارم بازسازی اتاق گیمینگ. همونطور که توی ویدیو قبلی گفته بودم باید روی شلف‌ها یه سری وسایل بذاریم و منم رفتم توی دیجیکالا به زور بلا یه سری وسایل پیدا کردم و ثبت سفارش کردم تا واسم بیاد و بهتون نشون بدم. بالاخره بعد از 3 روز وسایلای من رسید و اینم آنباکس. اولی دو تا از این اکولایزرهای خفنه که بالا پایین میشن. حالا اگه در بیاد من بهتون نشون میدم. این دکمه پاورشه که البته متاسفانه شارژ نداره. میریم واسه دومی که این احتمالاً شارژ داره. نمیدونم چرا ولی همچین حسی دارم. خدا رو شکر این شارژ داشت. این از اولین وسایلی که واسم رسید. دومیش ماگ گیمره که خوشم اومد گرفتم. سومیش چقدر کارتون کردن به خاطر یه چوسه وسایل. سومیش هم چراغ گیمینگه که روشن میشه و گیم اوور نوشته. از اونجایی که خیلی ذوق و شوق داشتم رفتم سریعتر بچینم تا بهتون نشون بدم. اولین چراغ که همون گیم اوور بود گذاشتم و تکمیل شد. دومی هم که باید اکولایزرها رو بچینم. اول زدم به شارژ که خیلی واضح‌تر بتونم بهتون نشونش بدم. یه دونه ماگ گیمینگ هم که باید بذارم اونجا که فعلا واسش چیز خاصی بغلیشو مد نظر نداشتم. یه ماشین کودکیمو گذاشتم اونجا. الان دنبال یه چیزی میگردم که یه دونه جا خودکاری پیدا کردم. فعلا همین تکمیل تا بریم ادامه ویدیو. این شد از مسائل فعلی و قراره توی قسمت بعدی ریسه RGB زیر این میز بزنم و تا اینکه موقع بازی شکل خیلی خفنی بتونم در بیارم.